آشنایی امرایتان ندارم. میشه شما خود بر ما معرفی کنین که همین شما کی هستین؟ درجه به بک‌گراندتان یک بایوگرافی تان به صورت مختصر خواهش میکنم. یک سوال خوب کردین و مختصر هم داخل گفتین، یعنی مرا فریم کردین. اما امی دقیقه یک نوشته که از شمس تبریزی آدم آمد، اجازه تان نمیخوایم بسیار کوتاه میگم. میگه آن خطات 3 گونه خط نوشته، یکی خود خوانده هم غیر، یکی خود خوانده لا غیر، یکی نه خود خوانده نه غیر، آن خط سوم منم. یک قسمت هم است که ما میشناسم شما میشناسین، یک قسمت هم است که من میشناسم شما، یک قسمت دیگه است که نه من میشناسم نه شما. و اگر خدا به حساب چیزی که مروج است در این دنیا ما چی کنم معرفی کنم، شفیع هستم، عیار تخلصم است، از افغانستان هستم، اگرچه ما با منطقه نمیخوایم تعلق داشته باشم، ولی از افغانستان از کابل هستم. اما خدا کم زیادتر اگر برم مکتب برای اینکه شما وقتی که در مسائل دینی صحبت میکنین کارشناس هستین در مسائل دینی، تحصیلاتتان در افغانستان در اینجا یک کمک بله. ما از صنف اول تا 6 مکتب خود در محمود اوتکی خواندیم، مکتب متوسط رفتیم، از نوع مکتب عبیبیه رفتیم، سال 2056 از مکتب عبیبیه فارغ شدیم. لاف معلوم نشم اگر ما از جمله شاید 2 شاگرد بالاترین مکتب خود بودیم. بعد از او در 15 طب رفتم. سال اول ما در دانشگاه کابل مصادف است و سال کودتای ثور صورت گرفت و از امو آغاز مملکت ما دچار تشوشات شد و زندگی ما هم درگیر ازی شد و در امی دریایی که مردم ما افتید، ما هم افتیدم، یک تعداد ما رفتیم غرق شد، یک تعداد دیگه ما ماندیم. ما از سال 57 اتحادیه پوانتون اساس گذاشتم تا سال 59 رهبری میکردم. حتی شبنامه‌ای که در یونیورسیتی کابل پخش شده یک تعدادش ما نوشته کردیم، یک تعداد اشعار خورده شد و در سال 1359 بالاخره به این رابطه زندانی شدم تا سال 1964 در زندان پلچرخی بودم. دیگه از خبر نداشتم که به زندانم رفتیم در زمان خفقه پچمه. بله ها 5 سال به زندان بود. 5 سال بله. چی بود چارجی که مکلفتون گناهتون چی بود؟ ما را به حساب اتحادیه پوانتون گرفتن، منتها قانون زندان یا جریان تعقیب بود که تو را به خاطر چیزی گرفتن تنالت نمیکردن، به خاطر هر چیزی که احتمالاً در فکرشان میگشت که شاید تو با شاید تو شکنجه میکردن، چون کیس ما کیس مهم بود و یا میفهمیدن که ما اتحادیه پوانتون به احتمال اغلب رهبری میکنم. بنابراین تقریبا 1.5 یا زیادتر از او ما شکنجه شدم در حادثه دارد و شکنجه که در اون زمان واقعا یک شکنجه زیاد سخت بود برای یک آدم که مثلا 19 سال است. اما ما از خداوند بزرگ سپاسگزار هستم که با ما همین قدرت داد که ما تعداد زیاد مردم را که در اتحادیه ها بودن که تقریبا 2500 نفر بود، ما یکی از یارا دگیر ندادم و این در تلویزیون هم که میگم بسیار مردم میره میبینه و واقعا مرا خداوند بزرگی قدرت داد که هیچ کس را گیر ندادم و هیچ کس دیگه. یعنی شما را لطکوب میکردن که مردم را بگیر بدین که کی بودی چی بودی دیگه کی بود دیگه کیا بود. یعنی اگر خودت یک شاخه گل هستی باید درخت گل نشان بدی دیگه. به این ترتیب در اون زمان درخت گل نشان نمیگفتین، هیچ شاخه دیگه از او درخت بزرگ کشت که شفی جان نکشت. والا یه خوبی است که زمانی که من زندانی شدم خلقی ها حکومتشان از بین رفته بود، پرچمی ها آمده بودن با وجودی که اینا حزب دموکراتیک خلق میگفتن، اما تفاوت های خود داشتن و یک تعداد زیاد از پرچمی ها در پیش از ما در زندانی بودن یا تازه خلاص شده بودن، یک احساسات داشتن که میفهمیدن رنج زندانی بودن و لط خوردن و کشته شدن، بنان یا که آمدن با یک پالیسی نه آمدن که حداقل بر یک مدت فکر میکردن که نه یک کار خراب است که مردم بکشیم. اگر چی کشتن و واقعا اگر شما زندانهای افغانستان رو ببینین بعد از زمانی که کارمل آمد کسایی که در زندان کشته شده تعدادشان به نهایت کم است، ولی کسایی که
در جبهات کشته شده زیاد است چون قشون روس آمد. اما پیش از او اگه ببینین کسایی که در زندان ها کشته شده تقریبا همه کشته شدگان مملکت ما را تشکیل میده. بعد از زندان که برمدین باز فرار کردیم. از زندان که خلاص شدم با تاسف باید بگیم که کلگی ما میگیم که من هم برآمدم مگه شرایط تو بود. واقعا ما که از زندان برآمدم، ما دوره زندان یک دوره بسیار آموزنده برای ما بود. ما در زندان دیدم که چطور مملکت ما غرق شده میره و ما دیدم که چطور ما از پشت سر خورده شدیم توسط پاکستان و آیسای و ما دیگر راه نتونستم بیافم که برای مملکت خود کمک کنم. واقعا برآمدنم از افغانستان سخت‌ترین روز زندگی است. ما یک کتاب آخری ما که نوشته کردیم به نام افغان هارتس اند مایندز ایده بازار است. امی جریان برآمدن خود قصه کردیم که می آخری آب را که از افغانستان خوردم، آخری روزی که برآمدم، آخری اشک را که ریختم، یک چیز بسیار سخت بود. اما بالاخره برآمدم از وطنم و تا امروز یعنی من نمیتونم که از افغانستان عملا بیرون باشم. اما بله بعد از اونم رفتم پاکستان، یک 4 هفته یا ترا پاکستان بودم، از اونجا گریزی رفتم این از این فکر کنم 4.5 یا 5 ماه بودم. ما و مادرم بودیم دیگه، تمام فامیل ما اینجا بود. باز از اونجا برآمدم امریکا آمدم. چقدر امی کودتای منحوس 7 سال و به تعقیبش 8 سال باعث بربادی هزار میلیون افغان شد، مهاجر شدن، کشته شدن، یتیم شدن. او اصلا هرقدر که گفتیم به خدا ما بسیار زیاد خسته شدیم. اینا چقدر در افغانستان بدبختی را بردن. شفیع جان، شما قرار که در هفته گذشته ما بسیار زیاد متاسف هستم که شما 5 سال بندی بودین. شما یکی از استعدادهای بسیار خوبی هستین که میتونستین برای مملکت مصدر خدمت شوین و مثل شما هزارها نفر به می ترتیب میل در سرتاسر دنیا یا بندی شدن یا کشته شدن یا مهاجر هستن. ما شما میفهمیم که پاکستان پنجابی و یسای خونخو اینا در سال هاست که در امور داخلی افغانستان بسیار مداخله دارن. امی تروریستا در اونجا تمویل میشن، در اونجا تجهیز میشن، به داخل افغانستان روان میشن. تروریستا حمایت میشه در مابین امی تروریستایی که میگن به نام مثلا اخوانی و گلبدین ملا عمر، اینا در اونجا زندگی میکنن، اونجا هستن، اولادشان به مکتب میرن، خودشان آرام آسوده هستن. امی رئیس شورای علمای پاکستان هم که گفت که حمله های انتحاری در افغانستان حلال است و حمله های انتحاری در پاکستان حرام است. شما ما در هفته گذشته اعلان کردم که یک مظاهره را برنامه‌ریزی کردیم به مقابل آیسای، به مقابل پاکستان. خواهش میکنم یک اندازه بر بیننده مراجع به مظاهره تن بگوین. مظاهره هم است، خب مگر شما برنامه گذاری کردیم؟ بله. ما حداقل از وقتی که در زندان رفتم 1 سال تیر کردم، ما میدیدم که مشکل اصلی ما تقریبا شفت شده میره، تغییر کرده میره. از مشکل در مقابل روز تغییر کرده میره با مشکل در مقابل آیسای. ما میدیدم که ما بلعیده میشیم توسط یک کسی که هنوز نمیفهمیم، درد میکنیم ما را اما نمیفهمیم. ما فکر میکنیم که از روسی درد به ما میرسه. وقتی که ما جوانای ما را میدیدم که چطور در زندان جلب و جذب میشدن، که این هم از مشکلات هایی است که باید حزب پرچم جواب بده که در زندان چقدر مردم اخوانی شد. اینمی گلبدین یا را جلب میکرد، بعد از یا پاکستان میبرد. بچه کای 17 ساله 18 ساله به نام اسلام یا را شستشوی مغزی میدادن و تبدیلشان میکردن به یک انسان قاتل در مقابل مردم خود. یا رفته بودند که مملکت خود آزاد کنند، مردم خود کمک کنند و امی اخلاق خوب از یا را یا تجدید میکردن به یک اخلاق زشت و پست به منفعت پاکستان. برای پاکستان جنگ افغانستان یک چانس طلایی بود. فکر کنین یک مملکتی که فقیرتر از ما شاید بود یا فقیر بود به اندازه ما، بیلیون ها دلار در پاکستان سرازیر شد. چرا سرازیر شد؟ به خاطر که جنگ ما، مقاومت مردانه ما، احساسات مردم جهان تحریک کرد در کمک به ما. وقتی که یا میدیدن که یک گشتک بیچاره ما کشته میشه، یک جوان ما در مقابل تانک دست خالی استاد میشه، یا می قشون سرخ بسیار نفرت کردن و ما مثل سایکولوژیکلی انسان ها ایت ساخته شده که اگر شما در میرا برین یک گشتکه که 2 ساله را یک بچه 10 ساله لط کنه، یک بچه 20 ساله،
اما تو به شکل ناخودآگاه شما طرف این بچه که خورده میبینین و خصوص که اگر ببینین که پدرش نیست برادرش نیست و ناقی میکاره میکنه و این بچه فریاد میزنه برای نجات خود، شما میدونین که این بچه که خورده کمک کنین. جنگ افغانستان مردم جهان، احساسات مردم جهان برای دفاع و کمک از مردم افغانستان به نهایت تحریک کرده و بیلیون ها دلار در پاکستان سرازیر شد که برای ما کمک کنه. آیسای که در عمر ات پول ندیده بود به یک فساد اداری تبدیل شد، به مفسدین تبدیل شدن. اینا فوراً راه ها و طرق را پیدا کردند که چطور اینمی کمک ها را بدزدند. نه تنها کمک هایی که پول کش بود، بلکه حتی شیر خشک را که برای اولادای افغان رایی کرده بود در بازار ها میفروختند. اینا برای از این کار یا گرفتن 7 فراری افغانه که پیش از این جنگا در پاکستان فرار کرده بودن، آرام زندگی میکردن، به حیث رهبرای تنظیمای افغانه به وجود آوردن. مردم ما خود جنگ بود افغانستان، یا که برای حفظ امنیت خود یا گرفتن سلاح پاکستان می آمدن، تمام از یار یک کارت میداد، یکی مربوط براندین میشد، یکی مربوط گلبودین، یکی از آقای سیاف، یکی از و با مدت زود 7 حزب قوی در مقابل مردم افغانستان تشکیل شد. اردوی افغانستان در مقابل مردم افغانستان می جنگید و آیسای از این به نهایت استفاده کرد و امی 7 رهبر به حیث 7 کامپتیشن که در مقابل هم یا باید رقابت کنند برای تامین منافع امنیت پاکستان و به خصوص آیسای یا را تبدیل کرد و سر از یا هر گردنی که بلند شد قطع کردن، هر بیرقی که ما بلند کردیم در دادن، تا به او روز رسید که حتی ارتش ملی افغانستان آقای صبغت الله مجددی بعد از سقوط حکومت نجیب مزمحل ساختن، کاملا حل کردن. که آقای کرزی دمی برنامه هفته پیش خود مده تلویزیون زرین و در یوتیوب آمد سایسای کرزی and as US ایره ما تشریح کردم که خودشان دمی یک اسپیچ خود یا بیانیه خود دمی روزای آخر در یک تالار بزرگ که صدها جوان یا اکادمی از اساکر و اردوی افغانستان امیر خودش تشریح میکنه. اما که گفت که میایه بله که از رای جلال آباد که آمده بودن که ما دیدیم که او هم اردوی افغانستان هم از خلق پرچم ساخت. حالا مگر ما در زمان آقای کرزی در زمان داود خان ما نداشتیم اردو؟ ما اردو داشتیم. در زمان پادشاه نداشتیم اردو. اینه بعد گفتن که 2-3 دفعه گفتن که از خلق پرچم. اما میره که از اینا ما قبول میکنیم که از خلق پرچم، مگر ما اردوی منظم در دست اینمی آقای افتید که ما به حیث کاروان خیانت میگم، اینا جزو کاروان خیانت بودن، آمدن او را حل کردن. اینال ما در 35 سال ما را اینمی رقم جدا نگاه کردن، در مقابل هم انداختن، هزاره، ازبک، پشتون، شیعه، سنی و میلیون ها نفر ما کشته شد. 1.8 میلیون انسان ما توسط کسایی کشته شد که کلش مسلمان بود، به نام اسلام می جنگیدن، و کسایی که کشته شد تمامش مسلمان بود و طرفدار از امیا بود. در شهر کابل وقتی که گلبودین راکت میزد، 1200 راکت از اونم پاکستان در روز اول آورد زد و برای ماها راکت میزد. اینال ما زمان از این رسیده که روی خود دور بتیم طرف آیسای، صرف نظر از این کنیم که تو هزاره هستی، که ازبک هستی، که شیعه هستی، خلقی هستی، پرچمی هستی. امی گلبودین هم اگر قبول کنه که آیسای غلط هسته که ما استاد شد، باید دستش بگیریم که استاد شیم. هر کسی که هستیم صرف نظر باید استاد شیم در مقابل آیسای و با می خاطر 19 اپریل ما برای یک روز جهانی احتجاج در مقابل جنایت پاکستان انتخاب کردیم. اوکی، خب بعد در تمام در بگوین راجع به برنامه سازی بگوین چطور شروع شده، کیا مظاهره در کدام ممالک است مردم به اطلاع پیدا کنند. بله، ما خودم یک چیزی که ما بر شما متنایزم بگویم ایست که در هر حرکت، در هر قیام، در هر جنبش زبان از او حرکت مهم است، زبان از او جنبش مهم است. مثل که هر سازمان برای خود یک برنامه داره، یک حرکت، یک قیام، یک جنبش شعارهای از خود می داشته باشه که اینمی شعارها تشریح میکنه اینمی حرکت. از این خاطر است که شعارهای یک حرکت مهمترین بخش یک حرکت است. شما اگر با کلیپ هایی که ما در یوتیوب دارم به نام
پاکستان امبسی پروتست برین یا شفیع عیار یا ببخشین SFAYAR در زیر اسکرین نوشته است. در این اگر برین شما امی شعارا را میبینین و ما از اتاق کنترل میخوایم که اگر بتانن امی را بانن SF و لاست نیمم که AYAR است. این یک چنل ما در یوتیوب ایره که بزنین به نام پاکستان امبسی پروتست و دیگه در خود اسکرین در زیر اسکرین است پپ افغانز. این فیسبوک دایی ما می شعارا را نشته کردیم. شعارا نشته کردیم. تایمش چی وقت است؟ تایم از ساعت 2 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر لوکال تایم شما اگر شما در هلند هستین در هر مملکت دنیا که هستین شعارای از این باید یک چند روپیه مصرف کنین. اگر شما مثلا میخواین که در حساب بگیرین ما پیسه در کمک کنین. اگر شما میخواین که پرمت از او را بگیرین پرمت کار از در امو شهر که سفارت یا قنصلگری پاکستان است. اگر شما فکر میکنین که امو قنصلگری در جای بسیار خورده که 100 200 500 نفر استاد نمیتونه لطفاً کجای شهر است کدام سه امو مملکت مهم است که مردم مظاهره میکنن امو رو انتخاب کنین در اوج پرمت بگیرین از طریق فیسبوک برام رابطه بگیرین از طریق ایمیلم و کلگیتان در این فکر نباشین که شاید مردم بیاین یا نه شما بیاین. و ما در آلند در دنمارک در جرمنی در چند جای دیگه مردم ها در تورنتو در ونکوور تمام از این ارگانایز شده در سان فرانسیسکو در لس آنجلس در نیویورک واشنگتن دی سی میخوایم شما زیادتر کمک بکنین و هر کسی که در هر رقم کمک میکنه کتم رابطه بگیره. تشکر آقای عیار. یک چیزی شنیدیم چی میگن پرندگک ها زاغک بر ما آوردن دشمنا نه دشمنی نیست در این قسمت همین گنجشککای بسیار مقبول بر من حوال آوردن که شما با تلویزیون آریانا افغانستان برنامه تان شروع میشه. این درسته؟ ما از دیر مدت بود که دوستای ما برای ما پیشنهاد میکردن که بر علاوه تلویزیون زرین در تلویزیون آریانا افغانستان حتی آقای عمر خطابی اینا باشم به خاطر از یا که یک کوریج جهانی دارن و ما این در فکر ما بود اما من نبودم در برنامه خود ولی ما فکر میکنم وقت از این رسته که کار بکنیم به خاطر از که برنامه ما یک برنامه تلویزیونی نیست بیش از هر چیز دیگه یک حرکت است. ما اگر از خاطر از این بود که در تلویزیون برنامه داشته باشم اصلا نمی داشتم اما این با ایس یک حرکت است یک احتجاج است در مقابل جنایات. ما میخوایم که ما استاد شویم دفاع کنیم از حقوق مردم بیچاره خود بنابراین یک صداست که به گوش شما برسه. آقای یا شما گفتین یک حرکت است همین شما که در تلویزیون زرین خو انترام ندارین پس با تلویزیون آریانا کامل این نام برنامه تانه حرکت بگذارین حرکت در نیه حرکت با مقابل مذهبیون نیخ شما یک حرکت شروع کردید نامش بگذارین حرکت یا یک نام بگذارین سر برنامه تان بعضی برنامه تان نام نداره فقط میایین شما میگین سلام بیننده عزیز من شفیع نه نام نه نشانه چیزه. خب بیننده عزیزی که علاقمند با آقای شفیع عیار هستیم که آهسته برنامه گرمتر و داغتر شده میره اگر علاقمندی داشته باشین که اسپانسر کنین من نیم ساعت دیگر میبینم شما میتونین به نمبری که برای صفحه تلویزیون زنگ بزنین و همچنان بازم خدمت شما آقای شفیع عیار که از برنامه دارن در تلویزیون زرین. ما بسیار زیاد آقای وجوهات بسیار بهشان احترام دارم بسیار واقعا اولا یکی از شخصیت های بسیار فامیده هستن در این زمان بسیار هنرمند خوب هستن. سالهای بسیار قبل که من در شبکه جهانی امید ایران برنامه داشتم آقای امرای آقای وجوهات من مصاحبه داشتم نام خدا بسیار گل آدم هستن و یک چیزی که من بسیار زیاد خوشحال شدم که دیشب شنیدم شما یک برنامه ساز خود تلویزیون نیستین یک برنامه ساز آزاد هستین پول میپردازین به او پول میپردازین اما چقدر شما را عزت کردن حرمت کردن تقریبا 5 ساعت در اختیارتان دیروز گذاشتن یا چارجتان کردن؟ نه این تلویزیون زرینی کار کرد. ما یک چیزی که باید بگویم که ما وقت اول که آمدم برنامه می ساختم در یکی از تلویزیون ها مراجعه کردم برنامه خود یک تشریح کردم باور کنین و با ما گفت آقا یار والا می گپای که میزنی بسیار گپای خوبه این گپای ما قبول میکنم که درسته مگم به خدا جامعه بسیار بی سواد است
مردم نمیتونه میگه پاره قبول کنه، سر ما یک انقلاب میشه. ما گفتم متاسفانه ما متفکر میکنیم که مردم بی سواده، مردم بی سواد نیست. یک چراغ روشن کو ببین حرکت به وجود میاد. و ول تلویزیون زرین امی جرأت کرد و زیر فشار هم رفتن، اما ما تانستیم که از اینمی آزادی بیان در این مملکت که آزادی بیان رکن اول قانون اساسی از این مملکت است دفاع بکنیم و ایره بسیار زود مردم ما فهمیدن. ما میره متوجه شدم برای که شما با او پروگرامایی که دارین که سر احادیث صحبت میکنین سر از این ملا و اینا، هر تلویزیونی که میبینید میگه فاست تلویزیون که بریم پناهتن به خدا. مگر آیسته آیسته نه، مگر یک چیزی گفتی شما جامعه روشن است، جامعه میفهمن، جامعه فرق خوب بعد میفهمن. اونم قدر که مردم طرفدار شما به مو اساسا به مو مقدار مخالف هم داریم. مثل کو برنامه سازای دینی که است، اگه اونم قدر مخالف دارن برنامه هم طرفدار دارن. یعنی هر برنامه طرفدار خود داره، مخالفین خودم داره. اینال میریم شروع میکنیم سر ملاهای عزیز که شما همین تاپه که تمام برنامه‌تان ملاست. ببینین آقای عیار، من زمانی که بسیار خورده هستم در مابین افغانستان تجلیل میشه، سال نو میشه و تا که جهان از در این ممالک اسلامی مثل افغانستان، ایران و تاجیکستان تجلیل میشه. بعضی از ملاهای دری چند روز پیدا شده کنه، شما هم خبر دارین. نیلوفر جان امو کلپ اول آماده بساز. چند ملاهای پیدا شدن که اینا آل میاین میشینن و میگن که نه مربوط امی سال نو ما و شما، ایره میگن که نه مربوط سال از امو زمان نمیفهم آتش پرستا و زردشتی ها و یا تجلیل میشه. و بسیار مذهبی دا ساختن و دینی ساختن و با خدا میگن که سبزی چلا پخته کردن، خانه تکانی کردن، لباس نو پوشیدن، همگیش در اینه میروزه که میکنین آرامت. سمنک پخته، سمنک در جوش ما کبچه زنیم، اینه میرا منال مر به کفر میگیرن که من اینه میقدره گفتم چرا. یعنی از نقطه نظر شما که نمی کلپ اول یک کلپ هم میگذاریم که شما آقای عیار این کلپ ببینین، بعد از او به تعقیب از چون ما کلپ دیگر میگذاریم، پس نیلوفر جان سر من میآید باز یک مولای دیگر از کابل میگذاریم که من میخوایم شما سرمی دو مولا تفسیری تانه کنین از که چرا اینا سال نو اینا میگن که حرام است. نیلوفر جان آماده بفرمایید. نزدیکه که امروز اکثریت مردم افغانستان ما و تو، اکثریت مردم ایران ما و تو، اکثریت مردمان تاجیکستان ما و تو و در بسیاری مناطق دیگر در روی دنیا از جمله امورات و بدعت‌هایی که در دین اصل نداره و ما و شما او را من حیث دین تجلیل میکنیم، من حیث دین روز مبارک میشماریمش، من حیث دین باعث اجر و ثواب قبولش میکنیم. عبارت است تجلیل از روز نوروز است که در این هفته برای ما و شما فرا میرسه. برادر اسلام، تجلیل از روز نوروز که به صدها سال قدامت داره و قدامت از این حتی قبل از اسلام در ایام زردشتی ها و مجوسی ها و آتش پرست ها میرسه، با کمال تاسف بگویم که سلسله تا امروز ما و تو که با گذشت هزارها سال از سرش میگذره، امروز هم کاش که یک در یک کشور هندو، کاش که یک در کشور بت پرست، کاش که یک در کشور آتش پرست، کاش که در کشور یهود و نصارا تجلیل میشد. با کمال تاسف بگیم که امروز در کشورهای اسلامی ما و شما که در سرخطش نوشته جمهوری اسلامی فلانی، جمهوری اسلامی فلانی، جمهوری اسلامی فلانی، امروز با شان شوکتش این چیزهایی را که در دین اصل ندارن او را در دین اصل میتن، نه تنها او را تجلیل میکنن بلکه او را من حیث یک روز بزرگداشت و افتخار میکنن و از تجلیل از او افتخار میکنن. بله بیننده عزیز، آقای عیار شما شنیدین نمی صحبت های ملا صاحبه. اینال من از نیلوفر جان خواهش میکنم که من تقریبا بر من یک 5-6 ملا را روان کردن در می سر نوروز که اینا همی صحبت های بسیار مزخرف میکنن و سال نو ما را که طبیعت زنده میشه. او ملا طبیعت زنده میشه، پرنده های خسته پس میه، گل ها میخنده، درخت ها سبز میشه. چرا شما مخالف
بهار ستیزا چرا مخواد؟ آقای اگر به شما شما استایل ما شما فرق داره، من تیسی صحبت میکنم شما استایل سر اینا رو میریم به یک کلیپ دیگه که یک ملاصای دیگه از ما بین افغانستان چطور زهر میپاشه به مغز جوانایی که این جوانا باید بال داده شود که پرواز شود. ببینیم که اینا رو چی میگه به مقابل از اینا. نباید کالای نو بپوشه، مسلمان نباید این روزه تجلیل بکنه، مسلمان این روزه باید به افتخار نباید بکنه. این جز دین اسلام نیست، در اسلام کدام چیز نداره. اگر عادی مثل یک روز دیگه وارد کالایی که دیگه روزا میپوشی، نانی که دیگه روزا میخوری اینجاست. اما این که تو به خاطر که این روز متبرک از کار را میکنی، اینجا گناه هست، به عوض ثواب تو در گناه داخل میشی. امام بیهقی از عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنه، میگه لا تدخلوا علی المشرکین فی کنائسهم یوم عیدهم فان السخطة تنزل علیهم. حضرت امام بیهقی از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که در این روزی که عید غیر مسلمان ها باشه، عید مثلا اونا روز کریسمس دارن، یا مثلا مجوسی ها روز مخصوص دارن، یا آتش پرستا روز مخصوص دارن، یا بت پرستا روز مخصوص دارن، در عید از اونها تو هم امرایشان اشتراک نکو، چون بالای از اینا غضب خدا نازل میشه. اگر تو دو مجلس در آمدی سر تو هم غضب خدا نازل میشه. حضرت عمرو بن عاص چی میگه؟ میگه من بنا به بلاد الاعاجم و نیروزهم و مهرجانهم و تشبه بهم حتی یموت حشر معهم یوم القیامه. میگه اگر کسی مثل اورمو اعاجمی که در بعض کشورهای عجمی گفت اونا چی میکنن؟ نوروز یا مهرجان تجلیل میکنن. کسی که اینمی در زندگی خود امی کار میکنن، در روز قیامت همراه از اونا حشر میشه، زیر بیرق از ما حشر میشه. و کجاست بیرقشان؟ والله اعلم. امام فتاوای ازهر شریف مطالعه کردیم که باش ازهر شریف میشه یک گفته که گفته باشه و اجازه میشه دوستا تقاضا میکنه به این سد بریم چکر آمد از این سد برو تا مزار شریف، بریم سد در دلخ و سد اونجا بیا بریم در آس یک چند تا کست احمد ظاهر و گلنار بیگم هم برس میگیریم. خوب سازتان تیر میشه و قصام میکنه و فلانی خان که اونجا میره دیگه حتما سیاسرها و اولادا و دخترایش هم هست. به اونجا که اول رسید یک شب کنسرت تاجیکی هست و دیگر رو سر یک دانه دول. آقای عیار یه شما وی آقای ظاهر یه شما یا ملا خواهش میکنم. اما میگم گفت که در غزه اگر سال 90 تجلیل کنین در غزه به خدا میشین. من فکر میکنم که همین آقا گپ درست نمیزنه که مردم ما رو در غزه به خدا میکنه در حالی که خودش در غزه به خدا میشه یا در غزه به خدا شدن. بله. و ما سر از این کلیپ از یا در یکی از برنامه‌های خود که با فکر استاد ظاهر دایی هست با شفیع عیار و این یوتیوب موجود است، مثلا همین کلیپ تبصره کردیم. یا وقتی که میگه که حضرت عمر رضی الله عنه گفت که اگر کسی با کسایی که کفار هستند و یا یک روز دارن، باز نمونه میتونه مثل که عیسویا روز چی را دارن، کریسمس را دارن و موسویایی روز مبینا، اگر شما این را باید تجلیل میکنین، میگه حضرت عمر گفت که شما در غضب خدا میشین. این قسمت اول سر نوروز ما نیست، سر عزیزه. اولی که بزرگترین مشکل ملایی است که ببخشید تفاوت مومن با کافر نمیفهمن. نظر با آیات قرآن پاک، یک آدم عیسوی کافر نیست. اینمی ملاق چون قرآن نمیخونه با اساس حدیث این مسلمان است. آیات قرآن ای خبر نداره که یک عیسوی، یک موسوی، یک داودی اینا مومن هستند. حتی کلمه مسلمان در قرآن پاک در مورد ازیا استفاده شده به شکل عمومی. به شکل خصوصی یک مسلمان باید به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن ایمان داشته باشه که یک جوی شاید نداشته باشه، یک کریسچن نداشته باشه. اما تفاوت مسلمان و مومنی است که مومن هر کسی که به یک خداوند واحد ایمان داره مومن او را هیچ وقت کافر گفتن نمیتونی. و این ملای ساده میگه که حضرت عمر رضی الله عنه گفت که اگر شما با کفار جشنشان میگیرین مثل
کریسمس و مثل از او با گفتن از این یک گناه بزرگ متقبل میشه. در غضب خدا بله، در واقع خودش دمی غضب خدا میشه، چون من حیث یک مربی، من حیث یک ملا، من حیث یک کسی که دین تشریح میکنه، دین غلط تشریح میکنه. چرا؟ یا ایست که از نافهمی، چرا که یا قرآن اسلام از روی قرآن نمیفهمند، و یا ای که زیر تاثیر کسایی هستند که میخواین جنگ در مقابل جوش یا یهود و کریسچن یا در دنیا دامن بزنه، دین ما را به حیث دین قتل و کشتار در دنیا یا پیش ببرن، و به این صورت ما به برده های فکری از یا تبدیل شیم و یا ما را استفاده کنن، مردم دنیا را یا ضربه بزنه. این قسمت اولش است. ما بخشین همتان عزیزم. قسمت دوم را که در امی کلیپ اول در قسمت اول کلیپ آقای ظاهر دایی بگویم است که اینا چی میکنن. حضرت میخوایم میرم در قسمت دومش، چون قسمت اول از پیشم رفته. آقای ظاهر دایی بعد از اومیه از امر آس، ولی باشین که راستی یادم آمد در قسمت اول که اینا حضرت عمر رضی الله عنه را نقل قول میکنن که حضرت عمر گفته که هر کسی که اینی ایداره با مردم کافر که در واقع منظورش از کریسچن و جوش است اشتراک میکنه در تجلیلش یا در غضب خدا میشه. ما باید بگویم که حضرت عمر رضی الله عنه اگر هم این کتاب تاریخی ما درست باشه، معلوماتشان در قسمت قرآن پاک قلیل بوده. شما قار میشین، همیشه قار میشین، دفعتا میخواین سنگ بگیرین و سر ما را پیدا کنین. اما ما برای شما یک چیز کوتاه میگم. وقتی که پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فوت شد، ایره در هر کتاب، هر ملایی که دارین برین پرسان کنین، حضرت عمر رضی الله عنه شمشیر کشید و با کسایی که گفتن حضرت محمد فوت شد گفت اگر این گپ تکرار کنین زبانتان قطع میکنم. چرا؟ یعنی که حضرت عمر رضی الله عنه یک آیت بسیار مهم قرآن نمیفهمید که در اوجا گفته شده که پیغمبر فوت میشه، و حضرت عمر در اینجا به مردم گفت به خاطر این مرده که حضرت محمد مثل که حضرت موسی در آسمان رفته بود، رفته به یک سفر در آسمان. یعنی قسمت دوم را که از قرآن حضرت عمر رضی الله عنه نمیفهمیدی بود که در سوره اسراء گفته شده که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در آسمان رفته، اما حضرت عمر با گفتن از این قسمت دوم فهماند که یعنی سوره اسراء را نمیفهمید، تنها حضرت موسی به آسمان نرفته بود بلکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم رفته بود. این حال چطور میتونین شما یک کس را که قرآن پاک اینقدر کم میفهمید از اون نقل قول بگیرین در مورد عید مردم دیگه؟ ای یکی. دوم دیگه در قسمت از آقای دیگه که امر آس گفت که گفته نوروز تجلیل نکنین. در واقع اتحاد عربایی که آمدن ایران گرفتن افغانستان اجاره، حتی خود از یاد تجلیل میکردن. ولی نوروز ما همیشه میگم که طبیعت بزرگترین کتاب خداوند است. یک قرآن پاک ما اگه در فارسی نباشه نمیتونم بخوانم، این اگه در انگلیسی نباشه یا آقای دیگه نمیتونه، به همین ترتیب کل ما خوانده نمیتونیم. اما شما وقتی که در بیرون میبرین یک درخت میبینین، یک گل میبینین، یک پرنده را میبینین، یک دریا را، یک آب، برف، در این چی را میبینین؟ خداوند بزرگ میبینین، یک قدرت لایتناهی را میبینین. شما که به گل میبینین در واقع به خالق از او میبینین. شما که به دریا، به آب، به زنده شدن زمین، زنده شدن دوباره زمین در قرآن پاک آیت است که زمین مرده را ما دوباره زنده می سازم. در واقع زمین مرده ای که در یک رکود مرگبار رفته در زمستان دوباره زنده میشه در بهار. ما برای شما ایره در یک برنامه خود می گنجانم، ولی اینا سعی کنین این مغایرت با قرآن پاک نداره. دیگه ای که شما اگر ما ایره در تلویزیون زرین هم دیروز گفتم اینا آمدن دو مجسمه بزرگ مملکت ما را که مجسمه های زیبای بودا بود بام ماندن و پراندن. آیا این ضد اسلامی بود این مجسمه؟ به هیچ وجه نه. نظر به قرآن پاک بودن مجسمه گناه نداره، ساختن مجسمه گناه نداره. یک کوه خودش میتونه باعث مجسمه باشه. اگر تو میری پیش کوه سجده میکنی، از او دین جور میکنی، اونو وقت تو گناهکار میشی.
اما مجسمه بودا به هیچ وجه گناه نداشت، چون دیگه اهمیت مذهبی نداشت. کس در پیش از او سجده نمیکرد. شکستاندن ازی، پراندن ازی کاملا ضد اسلامی بود. اینال نوروز یا به عکس یک مجسمه دیگه میخواین بام بانن، اما این مجسمه یک مجسمه واحد نیست که آسان از بین بره. در قلب شماست، در قلب ماست، در ذهن ایناست، در ذهن اوناست. خب اینا نمیتونن همین بخرن. علاقات تروریستیک از همین گروه های افراطی که از اینا که هستن، حال شما ببینید که مردم بیگناهی ما را توسط حملات انتحاری و انفجارهای بله. بم هر روز میکشن. حال اینا میخواین که اینمی داشته که ما داریم، اندوخته که ما داریم که بارت از یک نوروز، از روز خوشی مردم همه یک بله. روز خوشی اونم را میخواین که ترور کنن. خانم سجه، یا ما بارها در برنامه خود گفتیم که یا میخواین که دنیا یک فاتحه خانه باشه برای ما، بله و یک حوض کوثر و باغ بهشت باشه برای خود و در زمان طالبات در خود از یا کار کردن. بله. سال نو بله. اینمی سجه جان، پیش از اینکه به سوال دیگه بریم، ما همی گفته میرم که مردم افغانستان این دفعه که طالبا اگر بیایه ملا عمر نمی باشه. این دفعه پاکستان فهمید که با ملا عمر و چند ملای پشتون نمیتونیم ما افغانستان رو بگیریم. این دفعه ملای تاجک جور کردن، هزاره را ازبک. اینمی گنگ ظاهر دایی، گنگ سیمین عمر که من میگم، یا باور کنین یک گنگ بسیار خطرناکه. اینا صدها ملاستن با عین نظر. تصادفی نیست که ظاهر دایی، آقای عیازی، آقای ازو یا آقای ملا حیات الدین که میگه درنگ میکنین محمد سپی یا باول محمد خوردن، یا کلشان باور کنین یک نظر دارن. اما تو یک مارش که امیراسکرهای نورد کوریا را دیدین که مارش میکنن، اما تو منظم نظرات از یا از یک منبع آب میخوره و اونما تو مارش میکنن.